من گوشی رو گرفتم، کیفش رو گرفتم، زنجیرش هم کندم. بعد موقع پارکینگ دویدم بیرونشون جیغ زد گفت دوز. من دیگه سوار موتور شدم گذیدم رفتم. تنها بودی؟ بله. خب همدستات تو کدوم سرقت ها با تو بودن؟ تو چند فقره سرقت که یه دونش یه آقا پسری بود سرقت کردیم، بعد یه بارم یه دوچرخه دزدیدیم. خب اون یک موردی که هست ما فیلمشو داریم الان داخل پرونده هست، جا تصویرت هست، در خصوص این چی میگی؟ یادم نمیاد ولی که وارد پارکینگ میشی با یک قمه بلند در دستت میری سراغ خانم تو پارکینگ. بله. اول کیفشو میگیری بعد اینجا هست. بله.